چرا صالح جای رامین؟ سوالیه که این روزا ذهن همه رو درگیر خودش کرده. چرا ساپینتو بیشتر روی صالح هردانی حساب باز میکنه وقتی رامین رضاییان آماده و با تجربه است؟ جوابش فقط توی عدد و آمار نیست، توی ذهن ساپینتو. ساپینتو دنبال بازیکنیه که مثل خودش بازی کنه، پر انرژی، سریع و قابل انفجار. هردانی بازیکن سبک و با شتاب بالا و تمایل شدید به پرسینگ. اون توی سیستم ساپینتو مثل ماشینیه که با سرعت بالا عقب و جلو میره. رامین باهوشتر و با تجربه تر، ولی ساپینتو فعلا تیمی میخواد که ریتمی تر باشه تا تجربه محور. یعنی چی؟ یعنی فوتبال ساپینتو نیاز به یه دوندگی داره، نه صرفا دقت. شاید رامین برای بازی‌های بزرگتر برگرده، ولی الان فلسفه ساپینتو اینه: انرژی اول، تجربه برای بعد.